سلام، امین مهدی رجب‌زاده هستم، ورودی 401. سلام، مهندس صادقیان هستم، ورودی 401. محمد رضا دورچیوانی هستم، ورودی 402. سلام، من هانی اسلامی هستم، دانشجوی مهندسی هوافضا، ورودی 402. سلام، علیرضا غلامی هستم، دانشجوی کارشناسی ترم 7، ورودی 1400. سلام، مهرزاد شریفی هستم، منم ورودی 401. سلام، منم محمد عرب هستم، کارشناسی ترم 7، ورودی 1400. سوال اولی که از شما قرار بپرسیم اینه: فرق دانشگاه با مدرسه به نظرتون چیه؟ خب فرقش اینه که اول اینکه خیلی محیط بزرگتریه. دانشگاه مختلطه ولی خب توی مدرسه و دبیرستان اینا تفکیک جنسیتی هست. بحث مختلفش رو بذاریم کنار، خیلی از همین که روپوش مدرسه نمیپوشه خودش کلیه. والا یه ذره بزرگتره، فقط همین، زیاد چیز خاصی نداره، درختاش هم بیشتره. دانشگاه کلاً به خاطر اون حرف دانشجو بودنش تو دنبال یه چیزی بریم. مدل درس خوندن توی دانشگاه این شکلی که ما اگه پیگیر درسامون نباشیم و هی درسامون رو نخوایم مرور کنیم واقعا به مشکل میخوریم. فارغ از اینکه استاد خوب درس میده یا هر چی اصلا مهم نیست سطح علمی استاد چجوریه، شما خودت باید بری دنبال مطلب. بزرگترین آورده این دانشگاه برای شما چی بوده؟ رفیقای خیلی خوب پیدا میکنی برای کسایی که از شهرستان میان. با استادای جدید آشنا شدیم که تو صنعت کار میکنن. بعد شاید بتونیم با اینا در آینده یه کانکشنی بزنیم که بتونیم یه کارهایی انجام بدیم. نرم افزار یاد میگیری، کار با لپتاپ قوی میشه، توی این چیزای خیلی عادی که همه میدونن. کار دست جمعی یاد میگیری، پروژه انجام میدی، با استادا سر و کله میزنی. ولی میگم دستاوردش همچین چیزایی بوده، حداقل برای من. اون چیزی که بولد شده و مشخصه توی فضای مدرسه که برم دانشگاه به تلکنم و تموم شه واقعا نیست. به نظر من حداقل نیست. اون حالت تلاش و پشتکاره و پیگیریه بود واسه هم حالا درس میتونه باشه هم کارهای خود دانشگاه، چون بالاخره یه سری همین مثلا پروسه انتخاب واحد و نمیدونم همه چیه اینا، یه اون پشتکاره و اون تلاش رو میخواد که واقعا دانشگاه برای من این کار انجام داد. وقتی میایید دانشگاه با درسایی که واقعا علاقه‌مندی روبرو میشی و اینه که این بزرگترین دستاورد برای من بود. چیزایی که توی اجتماع یاد میگیری، مخصوصا وقتی ما داریم خوابگاه زندگی میکنیم، خب با انواع اقسام آدم‌ها با قوم‌های مختلف داریم سر و کله میزنیم. خب بیشتر همین دستاوردهای در واقع اجتماعی و اینجوریش خیلی بیشتر از دستاوردهای علمیش حتی هست. دانشجو بودن به نظر شما یعنی چی؟ بیپولی بدبختی زجه زدن برای نمره گرفتن دوستا. دانشجو بودن یعنی مسیر، یعنی راه، یعنی خستگی دیگه. یعنی دانشجو شدی خسته ای. یه چیز دیگه این مطالبه گریه دیگه. میتونی حقتو بگی. دانشجو کسیه که به نظرم از اون حالت تک‌بعدی درس دانش آموز بودن خارج میشه و به یه حالت چندبعدی بودن میرسه. یعنی علاوه بر اون درسی که داره یه سری کارهای روزمره‌ای براش پیش میاد، مثلا همون شاغل شدن هستش و مثلا یه سری کارهایی هستش که بهش اضافه میشه به عنوان یه بزرگسال و با اون کارا رو انجام بده علاوه بر اون درسه. همه اینا رو باید بتونی با هم دیگه هندل کنی در کنار درس خوندن، پروژه انجام دادن و اینجور فعالیت. دانشجو متشکل از دانش به علاوه جوه که خب جو هم از مصدر جویدن میاد. حالا لزوما شما این جویدن دنبال علم نباید باشی. شما وقتی دانشجویی، حالا به خصوص اگه خوابگاهی باشی، حالا تجربه خودمو دارم میگم، شما فرض کن مثلا همیشه میری خونه، وقتی که دانش آموزی میری خونه غذا آماده، لباس شسته، همه چی اوکی مرتب، ولی خب وقتی دانشجویی تو ساعت 7 تازه مثلا فرض کن دانشگاه میخوای بری اتاق، تازه مشکل اولت اینه که او غذا رو چجوری بگیرم، بعد یه مشکل از لباسام کثیف شده، لباسامو چیکار کنم. یعنی دنبال زندگی، جویدن زندگی، یعنی زندگی کردن یاد. بزرگترین چالشی که توی دوران تحصیلتون باش مواجه شدین چیا بوده؟ این که مثلا غذای شنبه رو بخوایم رزرو کنیم تا چهارشنبه ساعت فکر کنم 2 مثلا وقت است. خب این یکی از چالشاست که معمولا بچه‌ها شنبه غذا ندارن. رفت آمد، اصلا چالش رفت آمد بود. ما دانشگاه بهشتیم، همین که میری نهار می‌خوری میخواد بری بالا دانشگاه خودمون، یکی از چالش سخت‌ترین چالش حتی واسه من بوده. خیلی سخته. یا مثلا اینکه شبای امتحان به خصوص واقعا ذره چالش انگیزناکه. چالش‌های همین انتخاب واحد و درس‌ها و اینا واقعا پیرم کرده. یه امتحانی داری تو، امتحانه با هم تطابق پیدا میکنه، یهو میبینی تو یک روز، من داشتم تا نتیجه که 2 تا امتحان داری تو یه روز و تو مجبوری هندل کنی قضیه رو. پروژه همزمان بعد جلو ببری با استاد. یه سری درس‌ها و اساتید هم هستن خب نگرش خاص خودشون دارن نسبت به درساشون و نمره دادن که تو
مجبوری پذیری که با اینکه داری درس خوب میخونی ولی آقا این نمره کم میتونم بیشتر از این بگیرم. والا به نظرم خود بچه دانشکده بودن خیلی سخت بود. چالش بزرگترین چالش مخصوصا برای حالا من بچه تهران رو نمیگم، برای من خودم که مثلا بچه شهرستانم خوابگاهی بودن اون مستقل شدنه، چون شما باید رو پای خودت وایسی، کارتو خودت انجام بدی. مثلا آخر هفته که حالا باید خودتون واسه خودتون غذا درست کنید، زندگی دور از خانواده. نظرتون در مورد این جمله چیه؟ اگه بیای دانشگاه راحت میشی. من اون کسی که اینو به من گفت پیدا کنم خیلی خوب باش برخورد می‌کنم. دوست دارم ببینم چرا به من این حرفو زد. واقعا دوست دارم بدونم چرا این حرفو من زد. کاملا کذبه، اصلا باور نکنید. دانشگاه حالا از اون استرس کنکور واقعا راحت میشیم، ولی از قضیه این که مثلا بیان خیلی بخوایم راحت و شل بگیرین نه، اصلا این شکلی نیستش. دانشگاه از همون راحت شدن همون استرس کنکور صرفا، وگرنه همه چیش مثل حالت قبل، حتی ممکنه بعضی وقتا سخت واقعا به آدم بگذره توی دوران دانشجوییش. من خودم به شخصه وقتی که دبستان بودم به خصوص همیشه ساعت مثلا 6 جمعه استرس نداشتم که وای آرایشگاه نرفتم مام برنده، وای ناخونامو نگرفتم، وای فلان. اینجور چیزا دیگه نیست. این که من دیگه محدودیتی توی پوشش ندارم. حالا نه اینکه هرچی هم دلم بخواد بپوشم، ولی خب باز محدودیتی توی پوشش ندارم، توی رفت آمد ندارم. بالاخره این چیزاش خب راحت‌تر، قطعا راحت‌تر شده. ولی خب نه اینکه بگیم مثلا لحاظ درسی دیگه قرار نیست درس بخونم و مثلا یه هفته‌ای میتونم جمع کنم و یه شبه میتونم امتحان جمع کنم. نه خب قطعا مخصوصا رشته ما که هوافضا هم هست میتونید تجربه کنید دیگه، بذارید شب امتحان جمع کنید ببینید چه میشه. یه تفاوتی که من خودم خیلی حس کردم با دوره کنکورم این بود که اون موقع اصلا نمیدونستم راه هم چیه، قراره چه رشته‌ای بخونم و کلا این استرس آینده بود. ولی الان شما مسیرت مشخصه. قاعدتا جوابش رو بخوام خودت هم میدونی نه واقعا اینطوری نیست. من کلا به نظر اینطوریه که شما بچگی از همون 3-4 سالگی که میفهمین زندگیتون چیه، هر چی بزرگتر میشین شرایط براتون سخت‌تر میشه. این خیلی چیز واضحیه. وقتتون کمتر میشه ولی خب چرا یه سری خوبی هم داره. شما تو دانشگاه که میاین، حالا من چه بچه‌ها که خوابگاهن چه من، اینطوریه که آزادتر میشی. یعنی تو نوع پوشش خود انتخاب می‌کنی بر اساس حالا چیزی که حراست تعیین میکنه، نوع پوشش خودت تعیین می‌کنی، رفت آمدت با خودت، اینکه سر کلاس بری نری حالا اوکی. یه جا اصلا نرفتم اونقدر بعید نه استاد بخواد، البته اگه که استاد خاصی باشه که بخواد گیر بده بهتون این حرف. اگه خاطره‌ای دارید برامون بگید. با دوستای صمیت واقعا هر لحظهش خاطره است. یعنی اینطوریه که تو سر کلاس میری همون که بفهمین یه تیکه‌ای که بندازین میخندید، خندتون میگیره. بقیه جام همینطوره. ولی یه خاطری که الان یادم میاد از فکر کنم 2-3 ترم پیشه درس ارتعاشات داشتیم، ترم 5 ما با بچه‌ها جمع کردیم یه سری میوه خورد کردیم و فکر کنم مثلا خوابگاه پسرانه واقعا اینا قفله که میوه خورد کنی بری میوه مثلا بخور. میوه خورد کردیم، چای گذاشتیم، خلاص لیواینا بردیم و خیلی بهداشتی عمل کردیم. رفتیم مثلا که بشینیم نمازخونه یه درسی بخونیم و فردا امتحان ارتعاشات داشتیم، امتحان سختی بود و نخونده بود. یعنی اینی که علیرضا گفت چند دقیقه پیش که حواستون باشه نذارین شب امتحان، ما از اون به بعد فهمیدیم. اونو گذاشتیم و همه این کارا کردیم، نشستیم به خوردن، چایمون هم خوردیم، جاتون خالی گرفتیم خوابیدیم دیگه تا صبح امتحان. خیلی امتحان تصفیه اتفاقا پاس هم شدیم فکر کنم همه. ولی جز اون خاطرایی بود که به نظرم به یاد مون، عکساش هم هنوز هست. دست شما دارم. خیلی ممنون. سلام، خودتون رو معرفی کنید لطفاً. بابا بذار من اول معرفی کنم بعد چرا؟ سلام، خودتون رو معرفی کنید لطفاً. سلام. نه خب اول خودتون رو معرفی کنین، یه صحبتی اگه دارین در حد کوتاه بگید بعد حالا شروع. وقتی شما میایید دانشگاه افراد متنوع‌تری رو می‌بینی، افراد مختلف و فرهنگ‌های مختلف می‌بینی و به نظرم که بابا الکی
آماده ای؟ یه دوره تستی بریم یه صحبت کن. وسط تصویر رد بشیم. نه حرف بزن. آها سلام. نه نمیخواد اونا نکش، میخوام ببینم چجوری میشه. خب سلام، خودتون رو معرفی کنید لطفاً. همه کنم اول عرب خب ببین توی مدرسه شما دانش آموزی، توی دانشگاه دانشجویی. حالا از اول بابا این دوتا نباید بذاری کناره. حالا همونجوری که مشخصه دانش به علاوه جو خب از بن مضارع به جو جویدنه دیگه. اینجوریه که شما وقتی خب دانشجو دانش به علاوه جوه که خود جو هم بن مضارع به جو از مصدر جویدن.